شخصی که میخواهد به مسافرت برود، در شهر خودش هست و وقت نماز داخل شده، مثلا نماز ظهر، اما نماز را در شهر نخواند و مسافرتش را آغاز کرد و رفت در مسیر راه. حکمش این است که به جای 4 رکعت 2 رکعت بخواند، به تعبیر عامیانه نماز را شکسته بخواند. و برعکسش هم اگر کسی در سفر بود، وقت نماز ظهر مثلا رسیده بود و در مسیر راه نماز نخواند و صبر کرد تا آخر وقت که رسید به منزل خودش، در اونجا نماز را به صورت کامل بخواند. و یه قاعده کلی داریم: نمازی که در اقامت یعنی در شهر از شما فوت شده، اگر بخواهید اون نماز را در سفر قضا بیاورید باید 4 رکعتی بخوانید. و برعکسش نمازی رو که در سفر فوت شده قضا شده، اگر خواسته باشید آن را در شهر خودتون بعد از برگشت قضا بیاورید باید به صورت شکسته و 2 رکعتی بخوانید.